صدقه کنید صدقه. ببخشید شما ماهینه نیستی؟ یا اینکه با من خانه میخری یا اینکه جوابم رو ده. پسرم از آنت جدا نمیشوی. وای زن خور یه روز نزدم خشا. تو ما رو به این روز آوردی. جوابی ما رو ده. این خطر نون و نمکی که من به تو دادم کورت کنن. تو در همین خانه زندگی بکنی. این پول رو گیری دو ایزند را از خانه پیش کنی. خودی حاضر خانه رو خالی کن. همین است منوی زندگی. این آدم علکه وفات کرده. منو چهر میگه شوهری من نیست. وای در قشلاق زن دارد تو را در سرش میزند مینرمد. تو چیکار کردی دخترم رو شوکید؟ فروختی دخترم رو. خریدگیت به این فروختی. برای همین ها فروختی. لعنت بود به تو. لعنت. چی کار میکنی کذبان؟ چه خیلی که فروختی همون خیلی بر نگردانم دخترم رو. کذبان کذبان ایست. چرا سالهای زیاد در تگی درخت زندگی کردی اکا؟ در عین حال این خانه تو هم هست. خانه من؟ خانه زینب. خانه زینب. نه اینجا خانه منه. خانه من در دیگر جا. خانه اصلی تو اینجاست، خانه دیگر نه. نه آخر مادرم رو میخواهم. نزد مادرم میروم من. مادری زینب. زینب. مادرت اینجا نیست. بین پدرت اینجاست. پدرم. پدرت البته. فاضل امک پدری اصلی تو است زینب. دروغ میگوید. پدری من دیگر کس. این خاندان امک من است. پدرم نه. من مادرم رو میخواهم. زینب من در خانه میروم. اینجا خانه من نیست.
кезбан гӯш кун маро гӯш кун гуфтам چی گفتنی؟ چی؟ ба ту духтаратро бармегардонам دروغ میگویی дурӯғ намегӯям кезбан ҳоло ором шав бин бовар кун зайнабро бармегардонам ваъда медиҳам کی میاری کی؟ ҳамин шаб майлаш مالش نه فریب کرده ایستاده این مرا ҳам ту ҳам зайнабро пештар халос карда будам боз халос мекунам қасам мехӯрам ҳуҷҷатҳоро ки нишон дод чӣ кор кунам ноилоҷ кор карданро бас кардам این ممکن نیست یوسف ناممکن است حجت‌های زمین در دستم است بچم ایست کنی بینم در همین جاها باید می شد انا یافتم дуруст аммо дар дасти ҳазалхонум ҳам ҳуҷҷат буд البته با چی مکر تیار کردنشان معلوم می شود маълум мешаваду саид бобо кор монда истодааст نگاه کن بچم آنهایی که زمانه را دیده زندگی می کنند درمانی های عالم مادی را همیشه برقرار کرده می توانند ҳамин хелу саид бобо таҳкурсиро бардошта натавонем соли хонишро аз даст медиҳем ин кор бошад бештар зарар мерасонад یوسف جان این یک مجادله است از همه مهمش نیت پاک را از دست ندادن می باشد اگر سبب اساسی درمانی ما باشیم چرا ما بودیم سید بابا مانع شونده معلوم یوسف یک فکر کن یگان کس سوی تو سنگ پرتد و از سرت خون بیاید سنگ را یا شخص سنگ پرتافته را جزا می دهند شخصی پرتافته رو البته اما سنگ راهش را یافته رسیده باشد معلوم است ما در دایره راهی همان سنگ ایستاده ایم یعنی دل و نیتمون رو دیده بر اومدنمون لازم بله این طرف کار را که حل کردی سنگ و درمانی ها یگان اهمیت ندارند و یک روز ماه‌ها و یک ماه سالها می گنجند راست میگوید سید بابا به این هم به کاری مکتب اینقدر سنگ ماندند اما خدا با یک سبب راه همون را کشد خواهانم که خداوند را همان را همیشه کشاده گرداند آمین سید بابا آمین, آمین. апа рафтани мо дуруст намешавад чӣ дуруст буданашро аз ту ёд мегирам усну астағфирулло ин хел гуфтанӣ набудам апа оча ба он ҷо рафтанамон чӣ фоида дорад интизор шавем монем ки худашон ба наздамон оянд با چشمانی خودم میبینم خلیل بای بچه قرجان شدنش را خانه را مادرش را بچه عوض کرده است با چشم خودم میبینم فهمیدی؟ شما در اینجا مانید ساکینه اپا اینجا بیو بچم بیو خیر بین چقدر عرق کردی بیو ایست آخر تماما با عرق غوطیده بچم دم گیر آخر شما رو خواستن بینم اپا من هم شد میشم گویا در خواب باشم ساکینه این کی باشد نمیدونم اپا بخیر است انشالله آچه کی آمد نمیدونم بچم حسن مادر کرنم حسن مادر عمر تو به خانه درو نمیروم چرا اومده نبیرم را با من دشمن کرده ای مریم شما خودتون کردید حزل خانم من هیچ چیز نکردم گم شو از پیشم دف شو بیبی ایستد بیبی ایستد روید از خونمون
این خانه ای من است. این خانه شوهری من است. برآمده روید از اینجا. تا آمدنی پسرم در اینجا میمانم. مرا به زوری پیش نمی کردگیستی خیالم ها؟ عمر بیا دادر جان. ساکینه چی شد؟ یگون کس یگون چیز گفت؟ خفه کرد؟ گپ زن آخر ساکینه. من نغزم جمو. تو دو یوسف قدر رو خبر ده. خونه مو روان زودتر. نزدی مریم اپم. من باشم خیلی آقام رو خبر میدیم. چی شد که ساکینه؟ یا اینکه مریم اپم باز؟ از آن مادر اومد جمو. چیکار کردنش معلوم نیست. تو دو کنی ده. مایلش. خدا. آقا در اینجا چیکار میکنی شاکر؟ با اینجا دیگر قدمت رو نمیگذاری نگفتم؟ بسیار نمیایستم. قرضم رو آوردم. خلیل آقا چی گپ ساکینه؟ چی شد؟ آقا حزن مادر به خونه آمد. با مریم اپام هر خیل گپ گفته ایستادن. چی ها میگویی تو؟ کنی راه گرد. یوسف اکا. چی گپ جمو؟ چی شد؟ یوسف اکا مریم اپا ساکینه گفت که به یوسف اکا هم گوی که مریم اپا رو نگاه کند. چی میخواهید؟ پسرم را میخواهم مریم. پسرم را که از من گرفتی. خلیلم را میخواهم. من او را از شما نگرفتم. شما از دست دادید. او را شما از خود جدا کردید. او را به درون شما پرتافتید. او را حبس کردید. برای جدا شویمان مجبور کردید. از این زیاد مادر به فرزندش باز چی بدی کرده میتواند؟ تو فهمیده نمیتوانی مریم. چیکار کرده ایستاده؟ نفتی مریم. مانی صورت رو به جایش. حیاتی تو نیز مثل این رسم در دستی من است. او را تکه و پاره کرده میتوانم. انا این خیل. تو فهمیدی مرا؟ اپا چیکار کرده ایستادید؟ کنی دیگه کارد رو با من؟ مریم اوچه یوسف خاله جان وقتی داری خوریتان اومد. گریت کنی؟ تشکر دخترم. اکنون با پا خستم. جایگاهی درون بودگی رو تیار کن. من در اونجا خواب میکنم. مایلش خاله. من میکنم الیف. تو مونده شده ای. روزی دراز در بیرون بودی. به هر حال در نزد یوسف بودی. امینه تو چی میخوایی از یوسف؟ هیچ. یگون چیز. کسی که در اطراف یوسف میگردد به سرش هر بلا میآید. با دقت باش گفته ایستاده‌ام. کیمچ خیلی شده از همین روزها.
اپا و دادر یک شدند. کاری کردگیشان را بین خلیل. مادرت را کشتن میخواهند. تو حالا هم با اونها باور میکنی. حالا هم مادرت را رد میکنی. دروغ میگویند. باور نکن خلیل، باور نکن. یوسف باری دیگر حیاتی او را خلاص کرد. اگر او نمیشد. خدا جان ببخش مرا. اپا خود رو به دست گیرید. همین خیلمه ایستی خلیل؟ در اینجا چیکار میکنید بچه؟ چیکار میکنید؟ نزدت آمدم بچه‌ام، اما آمدم و بسرم چه ها آمد. اینها در یک جایگی به من هجوم کردند. آقا حضر مادر نادرست میفهمند. من به جیمو گفتم که یوسف اکا رو خبردار کند. مریم اپا هم را نگاه کنند گفتم. برون برای دوچه. برون برای دوچه. بیا بچم بیا. آچه کنی بچم خانه درو. رو پیش مادرت. آچه جان خوب هستی؟ نغزم جان. آچه جان گیره نکنه التماس. استوار شدنت این خوب و لیکن با حضل خانوم وزدینی خوبتر است به فکرم. چی به خانه پسرم آمده نمیتوانم مگر خلیل؟ حق ندارم ها؟ تا وقتی که به مریم چون این رفتار میکنید این در رو نکشید دوچه. اینجایم سخت در کرد. گویا که کار در اومده باشد. راهی باقی ماندهش را تنها میروید دوچه. راهی سفید. این زن آرام نمی شود یوسف. در چشمش خون می دود. چیزی کرده نمیتواند آچه. شما خواطر نشوید. من یگان راهش را میابم. پگاه با جناب عزیز گپ زنیم کنی چیکار کرده میتوانیم. آه بچم این خواطری دلم هیچ گم نشد. در همین جایم ایستاده است. نترسید آچه. چیکار کرده میتوانند. باز چیکار کرده میتوانند. من یک پسرم را از دست دادم. باز این زیادش طاقت ندارم. زیغ نشوید آچه. قرجانی ها همیشه ترسونده حکمرانی کرده اند در اینجا. اما اکنون وقتی ترسیدن نیست. وقتی جسور شدن رسید. میبیارم گفتی. صبر کن کزبان. با چقدر صبر کنم شاکیر؟ دختر امشب در جایگاهش باید خواب میرفت. در گپت نایستادی. با کجا کزبان؟ با من تو یاری ندهی. من خودم یگان راه حل را میابم شاکیر.
اوچه خوب هستید؟ اگر خواهید یک با دکتر رویم. گپ زنم ماشین رو تیار کنند. بیا به همه این کارها یوسف گناهکار است. تو از شهر به ده برگشتنی او همه‌اش خوب بود. میرود اوچه میرود. شما هیچ پروا نکنید. تو او را میرانی؟ لازم شود جانش را میگیرم. جانش را. عبدی یگان کار نمی کنی. تو رو هم از دست دادن نمی خواهم. مرا فهمیده ایستاده ای ها؟ خانم به من یاری دید التماس. چی گپ شد کذبان؟ خانم عبدی تو برو. شاکر زینبم رو به فاضلی دیوانه داده است. دخترم رو به من تنها شما برگردانده میتوانید خانم. التماس به من یاری دهید التماس. فاضل پدری دختر نیست مگر؟ پدرش هست. این طور باشد بس کن گریه را. کمی صبر کن. اما خانم اما پما نیست. هرچی نباشد فاضل دیوانه از عهده‌اش نمیبراید. خودش آورده میماند امروز پگاه. تو صبر کن. رو اکنون. اما دردی من از سری خودم زیاد است. باز تو نمیرسیدی به بالایش. اما خانم کنی رو دختر. رو در خانه گریه کن. اوه باز اینها نمیرسیدن به سری. همه‌اش رو نویستی؟ رو بین کیو؟ بله شکر. آمدم. آیشه خاله چیکار میکنی در اینجا؟ آیشه خاله قربانتان شوم. نه دخترم این سفر مرا فریب نمیدهی. کنی رو براحت. بیاید اینجا کذبان اپا. گذارید شیرین. یواز یک پیلا آب بیار برای کذبان بله اپا. شکر. شاکر یگان کاری کرد. شاکر زینب را به فاضل داده است. دخترم در دستش است. مریم را فهمیده ایستادم. چه خیلی عذاب کشیدنش را نام در کردم. التماس مرا ببخشید. التماس به من یاری ده یوسف. التماس التجام میکنم. آرام شوید کذبان اپا. آب را نوشید. خانم دخترم او پدرت است. دادا گفتند لازم. مالش من چیزی نگفتم. خانم مگوی. دادا رو چیزی میگویی گوی. زیغ نشو کیفویا. خاندان مرجان مرا نزد مادرم میبرید. زینب جون بین پدرت برای با تو یک جای شدن بسیار انتظار شد. اینقدر وقت آرزوی تو رو میکرد. نگذار که پدرت از این بیش زیغ شود. دادا زالم رو دادگو.
خدای توبه چنجی باشدم؟ شامتون بخیر. شام تو هم بخیر. کمی گوزنی میشود. مرحمت. تو هم بیا خندانمک. جونکی من جونی اوشه دخترکم جونم شیرینکم. آچه جان امک دیگری خندون. امک پدر توست گفت. راز گفته از دخترم. او پدری توست. درباره دختری 7 ساله گپ زده ایستاده مکه. با این خیل خرید و فروش کردن پدر و مادرش رو عوض کردن نمیتواند. نمیشود. راست میگویی یوسف. راست میگویی. مگر این عدالت است؟ احوال اکم را بین. این خیل باشد انتظار شویم. مسئله رو بین کلان سالان حل کنیم. حیات دختر یک در آنجا یک در اینجا نگذارد. در بین نماند. آخر چی میشود؟ من باز این بیشتر زیق شدن اکرم اجازت نمیدم یوسف. من یک تکلیفی دارم. تا حل شدن مسئله زینب در خانه ما ماند. در این مدت فاضل و کیزبان همچون پدر و مادر تو و شاکر باشید همچون طرفداران در یک جایگی یگان علاج یابید. لیکن در نزدیک کودک زینهار کشاکش نکنید. اما یگان اما نمیشود. تو را نکرد. این را مادرش هم قبول کرد. در اینجا تنها یک کس را باید فکر کنیم. او باشد زینب است. آینده او حل شده ایستاده است. زینب کنی با مادرت خوبی خوشگوی زینب؟ یوسف من زینب رو برم. نمی شود اپا. وعده دادم. از همه درستش هم همین است. اما فاضل با دخترم نگاه کردن نمیتواند. از من یاری پرسیدید. از خرجانی ها نه. این طور باشد از روی قاعده های من رفتار میکنید. حیله و نیرنگ نمیکنیم. زینب دخترم بین. تو یک چند از با یوسف معلومت میستی. مایلش چجا. شاید که فاضل از شاکر دیده پدری بهتر می شود. اقلا او را دوستداری می کند. با فکرتون زینب به این سزاوار نیست؟ ای رئیس این چای دم نخورده است کو؟ دم خوردگی اشار نوشیدن خواهی رفته در خانه ادنوش فهمیدی؟ بیا رئیس سلام علیکم. و علیکم السلام. خیر تیار کردی پول هم را رئیس؟ من تیار نکردم لیکن تو گذراندی تو را مال بچه. پولی تو در من نیست و من پول نداده ای. کنی رو از اینجا؟ یعنی گفتنی که پولهای رو که با فاضل اکم روان کردم به من بر نمیگردونی؟
بین توران قراجانی ها مرا دوست می دارند. اگر بسیار گذراندن گیری با آنها می گویم آن وقت نه تنها به این دهه و ترکیه هم در آمدن نمی توانی. وزبین شو رئیس گپی آخرانت همین؟ ها همین. مایلش با تو برای کار این خیل باشد. گم شو گم شو. کزبان تو حالا هم گریه داری؟ گریه نکرده چیکار کنم ها؟ کودکم را فروختی تو. واهمه نکن، کودک دو کوچه آن طرف است. اما چرا در آنجا؟ چرا در اینجا نه؟ وقتی که شوهرت رو پرتافته از قفایم آمدی گریه نکردی. یگان چاره‌اش رو میابی. من با قراجانی ها کارم رو حل میکنم، بعد زینب رو گرفته میبریم. وعده میدی؟ گفته ایستاده میزنه قسم. ما دعواکشویی میبریم. از این باوری دارید؟ با فایده ما دو چیز است. یکمش از مدیر کمیته زمین یک نسخه حجت رو گرفتم. امضای ساخته است. شما این خیلی امضا کرده بودید سید بابا؟ نه نماندم. یعنی قراجانی این کار رو خود سر نکردن. این رو اثبات کرده میتوانیم. از همه مهمش سید بابا در این زمین زیاده از 30 سال کار میکنند. 37 سال باز کار میکنند. از زمین خوب و گنده حاصل میگیرد. حاصلش رو می استفاده میبرد یا میفروشد. همین خیلی نه؟ بله در حقیقت همین طور است. نه شما این رو اثبات کرده میتوانید. چه خیلی یعنی؟ زمینی که زیاده از 25 سال از طرف یگان شخص استفاده میشود از روی قانون به او میگذرد. تنها قرضای پرداخت شده انداز میمونند. پرداخت کرده مسئله رو حل میکنیم، اما اول اثبات کردنمون لازم. بله اثبات کرده میتوانیم. از پیران سالان دیه شاهدی طلب میکنیم. شاهدی میکنم. فکر نمیکنم که با سید بابا نگویم. آنقدر دلپر نباشه صوف. آدمیزاد شریخان کرده است. خلیل یک بار هم خبرگیری ناومدی. شما آمدید کوچه؟ خودی همین رزانت رو گرفته به خانه برگرد. من با وی خانه بر نمیگردم. با مریم وعده دادم. یعنی قدری مریم از من بلندتر است؟ من این خیل نگفته ایستادم. وعده دادم. در گپم ایستادنم لازم. قراجانی ها در گپشان میستن کوچه؟ خلیل پسرم بیا کشاله نکنیم این کارو. و یوسف نامعلم چه کاری کرده ما رو با یک دیگر دشمن کرده رو خیر. بیا در دستی یوسف بازی چه نشویم. کج نشسته راست گپ زنیم اوچه. یوسف را من هم دوست نمیدارم، اما او برای جدا کردن ما چیزی نکرد. نباشد کی کرد؟ من می نکردن من انیق. خلیل احوالم بد شد خلیل. بهوده خود را غم ندهید اوچه. با شما دیگر باور ندارم. سلام علیکم موسی بابا. و علیکم سلام یوسف. بخیر است؟ بخیر است انشالله موسی بابا. کمی وقت داشته باشید با شما یک مسئله رو گپ زدن میخواهیم. تا پیشی دارم اومدید نخور شما رو دعوت نکنم. مرحمت.
وای چی است؟ ایست اوستا. اوچا چی نگاه داری؟ بردار درو کشو میگویم. اوچا بیا زودتر. اوچا کنی بردار با بیمارخانه میبریم. اوچا خلیل، اوچا هم با تو گپ زدنی بود یا که خودت تو این کارو کردی؟ ای کن با بیمارخانه میبریم. ای کن استا کلام بیا. لبای آقا سه کس نیست. در کجایند؟ بیمار است آقا. گپ زن دیگر نویند. خوب شده است آقا. آقا خلیل آقا. چی گپ شاکر؟ آقا اگر پول را به شما دهم حجت هایم را میدهید؟ با آقا سودا نمیکنن شاکر. تو پول را ده، باقی ماندهش وعده دادگی هم بر این میشود. مایلش آقا. اکا گریز از اینجا. اکا عبدی چیکار کردی اوچام رو؟ عبدی به خودت اوی. اما جایش پوری خون عبدی اوچام تو چی ها میگوی عبدی؟ اما جایش پوری خون. حالا او در کجاست عبدی؟ در بیمارخانه. آرام شو عبدی، آرام شو. خای نصیب کنن. چه خیلی که مصلحت کردیم. 3000 اتله. مسئله تمام. ها؟ بچه نیشی بیو. انشالله. تشکر. فاضل اکا اینجا از آنی تو سکنون. خای چتا آفرین زیبا ها؟ یعنی حالا همه اتون شاهید هستید همین خیل؟ سید بابا سالهای زیاد است که وی زمین را کشت و کار میکند. همین خیل بود آخر. دو طرفی اون از من بود یک وقتا. بعد گردنشان شکند قراجانی از دستم گرفتن. بس 30-40 تنگه. من هم کمتر زمین داشتم در آنجا. یک جای کار میکردیم با سید. حاضر از شما من همین را میخواهم. امروز یا فردا یگان دعوا برایت هنگام مرافعه نیز این گفتگی هایتان را تکرار کنید خواهش. چه خیلی یعنی یوسف؟ در نزد قراجانی ها؟ در نزد قراجانی ها نه موسی بابا، در نزد حاکم. میگوید که من 37 سال پیش با سعید در آن زمین کار میکردم. شما هم همین خیل میگویید. از شما یگان چیزی نمیدانستگیتون رو طلب نمیکنم. میگویم که چیزی که هست همون رو گویید. با قراجانی ها سنگ نمیپردیم. والله یوسف با قراجانی ها مشو گربه نمیشویم. طرفدار حقیقت میشوید یا نمیشوید همون رو فکر کنید. لیکن فراموش نکنید که در آخر این کار دانش آموزی کودکان است. منفیت دهه هست. با آدمان بیکار کار است. خدا نکند و با خانمم یگان چیزی نشود وگرنه چیکار میکنم؟ خواب کنه آدم از دهانت شما برد. چی گپ است رئیس؟ چی گپ است؟ خون روی مغزی سر است به فکرم. جراحی کرده ایستادم. عبدی آرام شو. ابله خود را به دست گیر. آرام شو. باز تو نمیرسیدی. با خود بیا عبدی. نزدیکانی ازل خانم هستی؟ بله پسرشیم. در حال خون یافتنتان لازم. خونی شما با مادرتان راست میآید؟ نه، خونی مادرم خونی کم یافت بود. افسوس نگاتیو. از شما چی؟ راست نمیگیرد. چی کار میکنه مکنون؟ از ما هم راست نمیگیرد. گفتنتان لازم. ما هم فرمودیم لیکن شما هم جستجو کنید. رئیس به قهوه خانه رو. خونی کسی که از همین گروه باشد گرفته بیار. زود باش. خونی افته نشود چی میشود؟ چی میشود؟ آرام شو آرام. تو قراجانی نیستی مگر؟ همه‌اش خوب میشود البته.
بیا باش شود. چند روز شد در کجا میگردی؟ چند روز شده است جیمو؟ تو این رو باز از من پرس. از المدر رو بابه مرخونم بردن. شنیدم، لیکن از این مهمترش است. میدونم علی رو هم محکم کردن. خرسان نشدی از این؟ خلاص شدی؟ نه خرسان نشدم. او رو محکم نمیکردن، تو رو میگریزوندم. چه خیلی نغز میشد. جیمو دیر نشده است، حالا هم میتوانی. براستی میگویی ساکینه؟ میبیایی با من؟ خدا چی میخندی ساکینه؟ من از خرسندی چی کار کردنم رو میدونم. اگر من روم اکنون. مایلش. سلام علیکم آقا. علیکم سلام. سلام علیکم. خوش آمدید توران. گذارشین. شما حالا از اینجا چه رو چند پول میگیرید؟ 50 تانگه. چی؟ او بابای پول 3 پیاله چای منوشنده. کی میگوید این؟ مرحمت انتظارم. یک رفته بینیم چی؟ به پول برین. در کجا بوده است اینقدر ارزان؟ بسیار ارزان گفتن. کنی رفته بینیم؟ یک میخیزه میریم. حد کنیم یک رفته میبینیم. کنی یک خسته رفته بینیم. ارزان میگوید. ارزان باشد دیگه این طرف نمیریم. در همینجا پایانتر در پیش خانه پیشتره سری ویسی. چی گپ شد؟ والله نمیدونم. مرحمت حکمت آقا. بیایید. تاغو خون نبوده است. در شهر هم نبوده است. نیافته ایستادند. به استانبول، به انقره خبر دادند. در اینجا از رادیو پادیو اعلان کردند. ایستو کنی عبدی. ایستو. واهمه نکن. اوچم میمورد تاغو. اوچم میمورد. چای. علیکم سلام. علیکم سلام. فاضل با. کار کرده گشت حاضر. امروز بپول است. امروز بپول. زینب میآید. بارکالله ماشاءالله. خدایا. خیلی چای بیار فاضل. او رئیس. پولهایم را آوردی چی؟ و من نگر توران. پول مول تو در دست من نیست. خدا چی گپ؟ با فاضلکم یک جای رزق روزی کشویم گفتم. میدانی کو؟ وقتی که پول روان میکنی شغالچه ها از خود میکنند. گر بپول. با من نگرید. حضال خانم در بیمارخانه افتید. زود خون یافتنمان لازم. بی نگاتیو گفتن چی بلا؟ از بینتون خون یگان کس راست میگیرد؟ نه. مردم چه به انصاف بودید. آدم مرده ایستاده است میگویم.
جناب عبدی چی گپ شد؟ خون جستجوی کردید؟ در حال لازم است. نیست آخر نیست. کوفته ایستادم. فقط تستر. سر و سیمه شدن لازم. نیست عبدی به خودت های عبدی. آرام شو بچم، آرام شو جیانم. مریم میدونم بسیار در غضبی و به این حق داری، اما او مادر من است. مریم خلیل، مرا در حالت ناگوار میمونی؟ نمیدانم، دلم نمیکشد. خیر چیکار کنیم؟ نگاه کنیم جان دادم میرد؟ من از پشت او سال هاست که جان میکنم خلیل. مریم چه خیل میشود؟ به هزل قرجان بر این آدم چه خیل خون نمیابند. از دیها اگر خون نیابند من اون دیها رو آتش میزنم. خانم همشیره. لبای همسرم مریم، خونش مناسب است. راست میگویید؟ مریم خانم لطفاً همراهی من آیید. بیایید. مادامه که خونی انگه مناسب است، چرا دیوونمون کردی؟ راضی کردنم آسان نشد عبدی. این چه گپ راضی کردن؟ چه خیل راضی کردن؟ آچم باید میمرد. تو میبودی با یوسف خون میدادی عبدی، میدادی. جیانم بخیر باد. دعوایمون رو کشیدیم. بعد از چند وقت نوبت ما میرسد ادوکات بچم؟ بسیار دوام نمیکند جناب سعید. این گونه دعواها رو زود دیده میبرایم. پروا نکنید. این خیلی باشد میتوانیم بعد از یک هفته به ساختمان سر کنیم. صبر کن یوسف، فلویست. اول پیران سالان دیه را یک راضی کنانیم. میکنیم انشاءالله سعید بابا. آنها نازکی ای کار رو فهمیدند. باز کمی دیگر فهمونیم به محکمه دویده می آیند. انشالله یوسف بچم. کنی بیایید به شما یگان چای ضیافت کنم. اوچا آپا اوچا خوب است. گپ زنه دخیر. اوچا تاغو چشمانش رو کشود. خلیل، تو اگر خواهی در نزد مادرت ایستو، من خودم برمیگردم. چشمانی زیبا داری، چشمانی
زیبا داری، مویهایی دراز داری، مویهایی دراز داری. ای جانم ای جانم ای جانم. سحری برق چی شعر خوانده ایستاده ای؟ چرا چای رو دم نکردی؟ اون کس نمیوده در چرا بهوده چای دم کنم؟ خب کن ابله، در قهوه خانه پشه پر نمیزند تو باشی سرود میخوانی. کنی دم کن چای را. توبه خدایا توبه. چشمانی زیبا داری. آفرین فاضل. تشکر فاضل. بارک الله. بارک الله فاضل. تشکر. چه کار است؟ گفت میکشد دیوانه خدا مرا. از سرم آبی جوش میریزد. لیکن من راحت باش فاضل. ماشاءالله. رفته گبزران کنم چی؟ تشکر. دستت درد نبیند فاضل. آفرین فاضل. تشکر. تشکر فاضل. ماشاءالله. فاضل تو ران کنی؟ در اینجایم گبزن. تو با این دیوانه چند پول روان کرده بودی؟ گپت رو خواهیده گبزن. واقعی من است. مایلش با کرد. چند پول روان کرده بودی؟ تو از من بهتر باید دانی. من هیچ چیزی رو نمیدونم. تو گبزن. همگی 6000 یورو. اوهو شوخی نکن. پولم رو برگردوندنی چی بلو؟ پول تو در دستی من نیست. این رو بسری کلان جای کن. پول تو در دستی من نیست. گره داد اینجا گره. چی نشده یه آدم مونده است. دارویا ممکن است؟ بسیار نه. 5 دقیقه. اوچا؟ اپا اوچا؟ شفایا بدوچا؟ فکر کردی که تو را پرتافته می روم بچین؟ نه خودوچا شما ما را پرتافته روید. خلیل در کجاست ناامد می؟ همین جا بود اپا. سحر که از حجره احیا بر آمدی او بر آمده رفت. او را کشتنتان لازم. کی رو؟ اکام رو؟ نه عبدی یوسف را. تو آدم یکی سری یوسفی ما را پچق نکنیم. در این دیه به مشادی نیست. به همه بدبختی های ما یوسف گناهگار است. عبدی وقتی که او نبود همین خیل بود مگر. نه اوچا جان همه چیز بسیار خوب بود. حسنا لبای اپا این کار را تو میکنی. گفتگی هایم را از یاد نبرآوردی حسنا؟ نه نبرآوردم اپا. این خیل باشد این کار را کن حسنا تا برآمدن من این کار را اجرا کن. وگرنه من از اینجا برآمدن نمیتوانم. میبرید اوچا میبرید. همین قدرش کفایه. التماس. پروا نکنید اوچا پروا نکنید. خیر از ما هم اینقدر. اکنون باقی ماندهش اگر شود با خواست خدا می شود. ما هرچی که از دستمان آمد کردیم. انشالله. مرحمت. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید سید بابا. سلامت باشید. تو روی باشید. سفید. روی سفید.
تاغو این کار رو چه خیل میکنیم؟ قراجانی ها بازیچه ندارند مگر؟ قراجانی ها از بازیچه چی بیشتر دارند تاغو؟ رنگ برنگ. این خیلش هست، انا این خیلش هست، باز این خیلش هست. غمگین شدم عبدی. سلامت باش یوسف. من یگان یاری رسونده میتوانم؟ نه، هیچ چیز لازم نیست. امینه این کیست که اینقدر بر وقت؟ ندونم اپا. کی وای؟ علی جنگیز رو از اینجا. حفظت نگوی گرز از اینجا گرز. تو کی را از خانه کی رانده ایستاده ای؟ رو از اینجا علی جنگیز رو. خاطر نشوید و شما زار نشدم. یک چیزم را میگیرم میروم. پولم کنی ابله پولم کنی. نکن. الیف گرفت علی چنگیز. چی؟ الیف گرفت ابله. چی گپ شد علی چنگیز؟ باز چی میخواهی؟ الیف چرا این خیل کردی؟ چرا این خیل کردی؟ زینب جون بیا کنی اکنون شیر خوریم. نمیخواهم. الیف اپا چرا من در خانه نمیمونم؟ چرا در اینجا میمونم؟ قربانی آفریدگاری تو شوم جانکم. گریه نکن دخترم، گریه نکن. به نزد مادرت میروی. کای میروم آخر؟ من مادرم رو یاد کردم. کای میروم؟ به نزدیک خواهر جون. پدر و مادرت نصیحت کنن؟ پدر من کیست؟ الیف یازنه؟ مرا یازنه نگوی. من کی یازنه میبودم این کار رو نمیکردی. یوز چی کار کردم یازنه؟ گپ زنید. پولهایم در کجاست پولهایم؟ کدوم پولهای یازنه؟ من پول نمیدانم. ما را احمق مکن الیف. پولهایم در کجاست؟ یعنی پولهایم. احمد با این کار همراه نشو یوسف. اینجا خانه من است و با این کار خوش میشوم. اکنون دفع شوید از اینجا. الیف از پول تو خبر نداره میگوید. این خیل که گوید همین خیل است. دفع شوید. گیر دستت را. دفع شوید گفتم. دفع شوید. بیرون براید. دخترم آرام شو. تمام زینب. تمام دخترم. گذشت گریه نکن. کزبان خب میگیری دخترت رو. امروز دخترت رو میگیری. چرا باور کردم به یوسف؟ چرا؟ و تو کی گفت که رفته به یوسف خبر ده؟ خطای خودت. برای همین خواب کنه انتظار شو. گپ تمام. من چیکار کردنم رو میدونم شاکر. چیکار کردنم رو میدونم. بین الیف ابا جونش زینب دیگر گریه نمیکند. البته گریه نمیکنند معلمش. زینب دختر کلان چرا گریه کند؟ دختران کلان گریه نمیکنند. بعضا گریه میکنند البته. مثلا کی گریه میکنند؟ مثلا وقتی که پیششون رو نمیبینن. یعنی چی میشود چی نمیشود فهمیده نمیتوانند.
چرا دانستن میخواهند این دختران کلام؟ یعنی چرا دیدن نمیتوانند؟ یعنی در سر آنها نیز بعضی خیالها تاب میخورد. آرزوهای دارند در این حیات. شاید چه شدنش را کسی نمیدانستگیست. از این رو به دختران نیز چیزی نمیگفتگیستند. ان همین خیل که شد دخترها گریه میکنن. یوسف فهمیدی؟ Doludu izgin akan sular, durulacak bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.